درود به تمام همراهان محترم پلتفرم نزدیکان. تو این ویدیو ما میخوایم به صورت جامع اول از همه پلتفرم نزدیکان رو معرفی بکنیم و بعد از اون قابلیت های پلتفرم نزدیکان رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم و نحوه ثبت نام و ورود به پلتفرم نزدیکان رو بهتون توضیح بدم. خب اول از همه اصلا چی هست این پلتفرم نزدیکان؟ نزدیکان بر پایه و ایده این سواره که ما یک شبکه اجتماعی محلی داشته باشیم و اون میتونه دقیقا همون محلی باشه که ما توش زندگی میکنیم، یا مثلا یه شعاعی رو براش تعریف کنیم که اون شعاع از سمت ما تعریف میشه، در حال حاضر تا 10 کیلومتر هست، ولی در آینده که تعداد کاربران پلتفرم نزدیکان افزایش پیدا بکنه اون شعاع کوچکتر مثلا 2 تا 3 کیلومتر خواهد بود. چرا ما میخوایم فضا اینجوری باشه که یه شعاعی رو داشته باشیم که فقط یه خورده افراد خاص، یعنی همون همسایه های ما، مطالب ما و پست های ما رو ببینن؟ این به این منظوره که ما میخوایم این پلتفرم رو محلی نگه داریم که همسایه های یک محله بتونن راحت تر با همدیگه در ارتباط باشن، بتونن یه بازارچه محلی آنلاین اینجا توی نزدیکان تشکیل بدن که ما این قابلیتش رو اینجا گذاشتیم، بتونن اینجا با همدیگه یه سری رویدادها رو برگزار بکنن و در نتیجه باعث رشد اون محله بشه. و مهمترین بخشش میتونه این باشه که ما توی نزدیکان بخش کسب و کار رو داریم و هم تمام کاربران عادی میتونن یک کسب و کار رو اینجا به صورت معمولی معرفی بکنن و هم خود صاحبین کسب و کارها میتونن اینجا صفحه اختصاصی خودشون رو بسازن که اون آدرس سایت ما هستش در ابتدا، با اسم اختصاصی و منحصر به فرد کسب و کار خودشون که دیگه کسی نمیتونه اون اسم رو بگیره و حتی اگر سایت نداشته باشن یا صفحه‌ای در اینترنت نداشته باشن میتونن اون رو به عنوان سایت و صفحه خودشون روی کارت ویزیتشون چاپ بکنن و یا اینکه اصلا اون لینک رو مستقیما با دیگران به اشتراک بگذارن. مثلا ما در حال حاضر برای کسب و کارهای کافه و رستوران یه خورده حرفه‌ای‌تر کار کردیم و توی یک ویدیو دیگه یک نمونه کسب و کار کافه رستوران رو با هم دیگه بررسی کامل میکنیم که عزیزانی که دارای کسب و کار کافه و رستوران هستن میتونن خیلی راحت اینجا یه صفحه درست بکنن، میتونن سفارش گیری بکنن و کاربران میتونن اینجا سفارش بدن و سفارششون رو پیگیری بکنن. همینطور که گفتم نزدیکان بخشای مختلفی داره. شما اینجا در نهایت میتونید با آدمهای جدید، با همسایه‌های جدید آشنا بشید. میتونید اینجا یه سری کالاهایی که استفاده نمی کنید، گوشه خونه است، توی انبارتونه و واقعا سالهاست داره خاک میخوره، میتونید اینجا تو محله خودتون اعلام بکنید توسط یک پست و یه عزیزی میتونه تو محله خودتون بیاد، هم با هم آشنا میشید و هم میتونه مثلا اون کالا رو از شما به عنوان هدیه یا حالا اگر تمایل داشتید میتونید براش قیمتی تعیین بکنید و تو بازارچه نزدیکان اون رو به فروش بگذارید. ولی ایده نزدیکان کلا اینه که ما اون جو و صمیمیت همسایگی رو که شاید در دهه‌های گذشته بیشتر توی ایران نمود پیدا می‌کرده رو برگردونیم و بتونیم کمک بکنیم که یه خورده اول از همه شاید ساده زیستی، نه به اون معنا که مثلا قانع باشیم حالا مثلا نخواهیم بیشتر پول در بیاریم، نه، ما اصلا به اون بخش کاری نداریم. ساده زیستی از این بابت که بتونیم مثلا خیلی راحت تر مثلا کالاهایی که داریم واقعا استفاده نمیشه رو حالا یا به فروش بذاریم یا به صورت رایگان در اختیار دیگر همسایه ها بذاریم و این به صورت یه چرخه به وجود بیاد، یعنی همسایه های دیگری هم باشن که بعدن حالا یه سری کالاهایی رو که لازم ندارن واقعا بیان اینجا در اختیار دیگران قرار بدن و حالا همسایه‌ای که اون کالا رو نیاز داره. و یا مثلا اگر کالایی پیدا شده توی یک محله میشه اینجا مثلا اون رو گذاشت و با سایر همسایگان به اشتراک گذاشت. شاید واقعا همسایه باشه که حتی یه کالایی رو گم کرده باشه و خودش خبر نداشته باشه و اینجا پست مرتبطش رو ببینه، خب و
دوباره بتونه اون کالایی رو که گم کرده رو دریافت بکنه. همینطور که گفته شد ما بخش بازارچه رو داریم در همسایگان. شما توی بازارچه میتونید یه سری کالاهای دست دوم و یا حتی نو، ولی بیشتر هدف ما کالاهای دست دومه، میتونید اینجا با دیگران به اشتراک بگذارید و یا حتی اگر در نزدیکان ما سعی میکنیم در آینده این بخش رو اضافه بکنیم که افراد بتونن با اعتماد سازی و یا با رأیی که به دیگران و به دیگر کاربران میدن اینجا نشون بدن که یک کاربر مثلا چقدر مورد اطمینانه و یه سری کالاها رو مثلا درخواست بکنن که من امروز این کالا رو لازم دارم، آیا همسایه هست این کالا رو به من قرض بده یا مثلا بیاد به من کمک بکنه. حتی همینطور شاید توی محله افراد سالخورده‌ای باشن که نیاز به کمک همسایگی داشته باشن. خب خیلی راحت مثلا میتونن اینجا بیان بکنن اگر کسی مثلا امروز داره از فلان نونوایی مثلا خرید میکنه، منم مثلا امروز 2 تا 3 تا نون لازم دارم و همسایه‌هایی که حالا اون دور و بر توی همون کوچه هستن اگر دوست داشته باشند میتونن کاملا به صورت داوطلبانه کمک بکنن. یا مثلا اگر کسی نیاز به کمک فنی یا راهنمایی فنی داره میتونه این تو اعلام بکنه و دیگر همسایه ها میتونن بیان اونجا پاسخ بدن و این محدود به این نمیشه که یک پاسخ باشه. شاید همسایه‌های زیادی عقیده‌های مختلف داشته باشن و نظرات مختلف داشته باشن، هر کسی میتونه بیاد پاسخش رو اینجا کاملا دوستانه و در یک محیط کاملا آرام بیان بکنه که به اون فردی که نیاز به این کمک فنی داره و در آینده شاید افرادی باشن که از جستجوی نزدیکان استفاده بکنن و اون کمک فنی رو دریافت بکنن. بخش بعدی نزدیکان پیدا کردن دوستان جدیده. شما میتونید اینجا عنوان بکنید مثلا من آخر این هفته میخوام برم بدوم، من آخر این هفته میخوام برم شطرنج بازی کنم، تنیس بازی کنم، فوتبال بازی کنم. آیا دوستانی هستن که مثلا علاقه داشته باشن همراهی بکنن که مثلا با هم دیگه ما بریم و این رویداد رو برگزار بکنیم، یا خیر که بقیه همسایه ها میتونن بیان اونجا اعلام بکنن که ما شرکت میکنیم یا شرکت نمیکنیم. و در نهایت اینه که شما عضو یه جامعه محلی میشید و میتونید با دیگر همسایگانتون همینطور که گفته شد خیلی راحت با یک حریم خصوصی بالا در ارتباط باشید و همینجا لازم به ذکره که نام و نام خانوادگی واقعی باید توی پلتفرم نزدیکان وارد بشه، ولی ما نام خانوادگی رو به صورتی میپوشونیم که فقط اولین حرف نام خانوادگی به نمایش گذاشته میشه. شاید جذابترین بخش پلتفرم نزدیکان این باشه که شما اگر کسب و کاری رو دارید، همینطور که جلوتر گفته شد، شما میتونید برای اون کسب و کار صفحه درست بکنید، میتونید با همون کسب و کارتون پست بگذارید و در آینده میتونید اون پست ها رو برای افزایش بازدید حالت نردبان بکنید یا مثلا براش تبلیغات خریداری بکنید یا تبلیغات. اگر هنوز سوالی درباره پلتفرم نزدیکان هست، این بخش میتونه به بعضی از سوالات شما جواب بده، ولی اگر جوابی دریافت نکردید شما میتونید این قسمت کلیک بکنید، ایمیل ما براتون میاد و همینجا من اعلام میکنم ایمیل نزدیکان همین آدرس سایت هست، قبلش یک اینفو میاد با علامت @ نزدیکان.com به صورت پیوسته بدون فاصله. شما میتونید به ما ایمیل بزنید، پیشنهاد و اگر انتقادی دارید ما حتما اون رو گوش میدیم و از اون پیشنهاد و انتقاد شما استفاده خواهیم کرد. به زودی ما بخش اپلیکیشن نزدیکان رو داریم که شاید زمانی که شما این ویدیو رو میبینید اپلیکیشن نزدیکان نسخه اندروید و iOSش راه اندازی شده باشه و خیلی راحت میتونید با موبایلتون به پلتفرم نزدیکان دسترسی داشته باشید و تمام شهرهای ایران، حالا اینجا یه سری از شهرهای بزرگ گذاشته شده، در فهرست نزدیکان و نقشه نزدیکان هستن. تمام عزیزان میتونن داخل پلتفرم نزدیکان عضو بشن. خب توی مرحله بعدی من نحوه ثبت نام در نزدیکان رو به شما میگم. شما کافیه که به این قسمت بالا ثبت نام مراجعه بکنید و یه صفحه اینجوری برای شما باز میشه. همینطور که میبینید باید از اسم و فامیل واقعی استفاده بشه. شما اگر اکانت گوگل
یا همون جیمیل رو دارید میتونید مستقیما اینجا کلیک بکنید و شما میتونید مستقیما با جیمیلتون وارد نزدیکان بشید. یا اگر ایمیل دیگه ای مثلا دارید، هاتمیل دارید، از جای دیگه ایمیل دارید، یا نمیخواید مستقیما با ایمیل وارد بشید، میتونید اینجا ایمیل رو به صورت دستی تایپ بکنید، نام و نام خانوادگی، یک ایمیل اینجا وارد میشه و یه پسورد 6 کاراکتری باید وارد بشه. حالا من برای نمونه اینجا یک ثبت نام انجام میدم. من یه نام و نام خانوادگی اینجا وارد میکنم، مثلا شهرام عارفی. یک ایمیل اینجا وارد میکنم و از خود سیستم عامل اپل میخوایم که برای ما یه پسورد در نظر بگیره. این پسورد کاملا به صورت شانسی هستش، فقط باید 6 کاراکتر باشه. خب من در مرحله آخر روی ساخت حساب کلیک میکنم. توی صفحه بعدی ما نام و نام خانوادگی که وارد کردیم میبینیم. این نامی هستش که در پلتفرم نزدیکان در آینده نمایش داده خواهد شد و اینجا باید ما یه شماره موبایل وارد بکنیم. حالا این چون اکانت تستی هست از ما شماره موبایل نمیخواد، ولی بعدا ما باید حتما یه شماره موبایل، حالا من به صورت آزمایشی شماره موبایل میزنم و روی ارسال کد باید کلیک کنیم. یک کد ارسال میشه، اون کد 5 رقمی رو باید اینجا وارد کرد، یا اگر اشتباه شماره رو وارد کرده بودیم میتونیم تغییر شماره بزنیم اینجا و بعد از اون روی تایید باید بزنیم و بعدش روی ادامه. من فعلا ادامه رو میزنم. خب این داره میگرده محله ما رو پیدا بکنه و اگر اینجا محله که برای ما پیدا شد اشتباه بود یا کمی شاید حالا مثلا توی یک شعاع دیگه بود، شما میتونید خیلی راحت روی اصلاح دستی شهر و محله کلیک بکنید و اینجا کافیه که شهر رو وارد کنید. مثلا من میزنم تهران سهروردی و ادامه رو میزنیم. اینجا محله سهروردی برای ما انتخاب شده. بعدن از توی پروفایل ما میتونیم خیلی دقیق حتی کوچه خودمون رو هم انتخاب بکنیم با کشیدن این نقشه به چپ و راست و میتونیم شعاع همسایگی دقیق خودمون رو تعیین بکنیم. من در اینجا روی ادامه کلیک میکنم. همینطور که میبینید این شعاع همسایگی ماست، در حال حاضر 10 کیلومتر و شما میتونید اینجا روی معرفی کوتاه کلیک بکنید. من اگه بخوام اینو بزرگتر نشون بدم بخشای خیلی پیچیده ای نداره. روی معرفی کوتاه من اینجا کلیک میکنم و اینجا درباره خودتون میتونید در حد چند جمله بنویسید که مثلا تو چه بخشایی بیشتر فعالیت میکنید یا تو چه بخشایی میتونید دیگر همسایگان رو کمک بکنید و حالا شاید ما بعداً اینو یه خورده دقیق ترش بکنیم و شما بخشایی رو وارد بکنید که چه بخشایی شما نیاز به کمک همسایگی دارید. خب اینجا باید شماره شما وارد شده باشه. این چون اکانت تست بود من دیگه خب شماره رو تایید نکردم و همینطور که میبینید اینجا شما میتونید روی نقشه انتخاب کن کلیک کنید و اینجا برای شما یه نقشه باز میشه که دقیق تر شما مثلا میتونید بیاید کوچه‌تون رو حتی انتخاب بکنید و کافی این علامت رو اونجا بذارید و بعد از اون تایید این محله رو بزنید. خب ذخیره شد اینجا برای ما. اگه من بخوام دوباره برگردم به اون بخش کافیه بیام اینجا روی اسمم روی این آیکون کلیک بکنم تنظیمات تو و میبینید که محله من ذخیره شده. خب بعد از اینکه این مراحل رو انجام میدیم ما همچین صفحه ساده ای رو میبینیم. مثلا میبینید که توی محله نیلوفر شهید قندی و اطراف اون تا شاید 10 کیلومتری 3 تا همسایه در حال حاضر فعال هستن. مثلا رضا میم 23 ساعت پیش اینجا یه پستی گذاشته که با عنوان بازی شطرنجه که درخواست کرده که آخر این هفته مثلا در پارک مینا با هم شطرنج بازی کنیم. خب من میتونم اگر از این پست خوشم بیاد من میتونم اینجا روی تشکر برم و حالتهای مختلف داره. مثلا موافقم، حمایت میکنم، مثلا من این آیکون رو انتخاب میکنم، حمایت میکنم و یه همسایه‌ام قبلا اومده تشکر کرده بابت این پست. میتونم این پست رو ذخیره کنم یا میتونم این پست رو پاسخ بدم و مثلا بنویسم با تشکر. خب من میتونم اینجا چند تا گزینه داریم اینجا ما میتونیم از این گزینه ها استفاده بکنیم. شاید به این پست ربطی نداشته باشه ولی اگر کسی درخواست مثلا یک مکان رو کرده باشه یا یک تعمیرگاه رو کرده باشه ما میتونیم اون مکان رو توسط این گزینه اینجا معرفی بکنیم
کافیه که اینجا اسمش رو جستجو بکنیم، شاید اون کسب و کار قبلا توی نزدیکان ساخته شده باشه، یا اینکه خودمون میتونیم مکان جدید رو معرفی بکنیم و اینجا اطلاعاتش رو خیلی مختصر بنویسیم و ثبت مکان رو بزنیم و بعداً توی پاسخمون از اون مکان استفاده کنیم. این هم گزینه ایموجی ها هستش که ما میتونیم از ایموجی ها استفاده بکنیم برای پیاممون و کافیه که روی ارسال پیام کلیک کنیم. میبینید که پاسخ ما اینجا برای رضا به صورت شهرام عین پست شد و اینجا هم نوشته این بالا که پاسخ تازه از شهرام. همین حالا و اگر کس دیگه ای توی این محل پست گذاشته باشه، به همین ترتیب، به ترتیب زمانی این پست ها زیر این پست خواهند اومد. توی مرحله بعدی اگر ما خودمون بخوایم پستی رو بذاریم، کافیه به این قسمت بیایم، روی پیامت رو بنویس کلیک کن یا روی این آیکون، فرق نمیکنه. از ما دسته‌بندی میخواد که تو چه زمینه‌ای ما میخوایم پست بذاریم. میخوایم فقط گفتگو کنیم یا خبری داریم، مثلا فردا قراره برق قطع بشه، یا نیاز به کمک همسایگی داریم، یا کالایی رو داریم و میخوایم اینجا به فروش بگذاریم، رویدادی هستش، مثلا آخرین هفته جشنی هستش و ما میخوایم در مورد اون رویداد اطلاع رسانی کنیم، یا در مورد گم شده و پیدا شده اینجا میتونیم مطلب رو به اشتراک بگذاریم. مثلا من روی گفتگو کلیک میکنم، اینجا میشه عنوان رو وارد کرد، مثلا اینجا رضا بازی شطرنج رو نوشته و میشه در مورد اون توضیح داد. اینجا دو حالت داره، یا دقیق باید محله من یعنی همون نیلوفر شهید قندی این پست رو ببینن، یا اینکه نه، من میگم تا شعاع 10 کیلومتری این محله که همونطور که روی نقشه دیدید میتونن پست من رو ببینن، که خب این افراد بیشتری پست من رو میبینن و من میتونم بذارم روی همین گزینه باشه. این هم مثل همون گزینه است که من اینجا توی پستی که میذارم میتونم یه مکان رو معرفی بکنم، مثلا آدرس جایی رو که مربوط به پست من رو میتونم اینجا وارد بکنم، یا اینکه میتونم عکسی رو اینجا داخل این پست به اشتراک بگذارم و بعد از اون روی انتشار کلیک میکنم. حالا من اینجا یک نمونه پست میذارم، مثلا من اینجا نوشتم ما امسال میخوایم قبل از جشن نوروز یک جشنی رو توی پارک ملت برگزار کنیم، دوستانی که علاقه دارن میتونن اینجا شرکت کنن. حالا این همینجوری نوشته شده و اگه من روی انتشار بزنم میبینید که اینجا پست من میاد بالای پست رضا میم و شما در آینده بابت این مطلبی که اینجا گذاشتید مثلا پاسخ دریافت میکنید، مثل اینجا. خب توی این پستی که ما گذاشتیم گزینه‌های مختلف این پایین وجود داره. ما میتونیم پست خودمون رو لایک بکنیم، حالا با حالتهای مختلف. میتونیم به پست خودمون یه پاسخ اضافه بدیم، میتونیم ویرایشش بکنیم، میتونیم حذفش بکنیم و یا اینکه بستن گفتگو. بستن گفتگو به این معناست که ما پاسخ مناسب رو برای این پست دریافت کردیم، حالا به هر دلیلی پاسخی که نیاز داشتیم رو، و دیگه نمیخوایم پاسخ جدیدی دریافت بکنیم. شما میتونید خیلی راحت بستن گفتگو رو بزنید و دیگه اینجا علامت بسته رو میبینید و برای این پست دیگه پاسخی قابل دریافت نیست. البته خودمون میتونیم پاسخ بنویسیم ولی دیگران نمیتونن برای این پست پاسخی بنویسن. خب همینطور که شما توی قسمت سمت چپ میبینید توی نوار کناری حالتهای مختلف رو ما داریم. اولا اینجا میشه این بالا بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف فیلتر کرد. مثلا ما فقط الان 2 تا پیام گفتگو داریم و اینجا هم رو هم که کلیک میکنم 2 تا پیام داریم، ولی در آینده که پیام‌ها زیاد بشن میشه اینجا روی این گزینه‌ها کلیک کرد و فیلتر کرد. مورد بعدی اینه که ما نوار کناری داریم، صندوق پیام داریم برای پیام‌های شخصی، بازارچه برای همون خرید و فروش به صورت فردی هستش، رویدادها و بخش گروه‌ها. ما میتونیم توی محله خودمون گروه‌های مختلفی رو تعریف بکنیم، مثلا گروه کوهنوردی محله نیلوفر، و میشه در موردش توضیح داد و ساخت گروه رو بزنیم و بعداً افراد مختلفی میتونن بیان عضو این گروه بشن. و خب وقتی عضو گروه بشن ما میدونیم که الان مثلا میتونیم انتظار داشته باشیم چند نفر مثلا توی این رویداد ما یا توی این فعالیت ورزشی ما شرکت میکنن. اعلان ها رو داریم که این بالا به شما کسب و کارهای محلی نمایش داده میشه. اگر دوست داشتید میتونید توصیهش بکنید و
پایینترش هم اعلان‌های مربوط به شما. اگر کسی تو محله شما پیامی گذاشته، روی مثلا مطلب شما پاسخی داده و شاید شما از رستورانی یا کافه‌ای توی محلتون سفارشی دادید و اینجا اعلان‌های مربوط به اون سفارش جهت پیگیری برای شما میاد. اینجا هم پست‌های ذخیره شده شماست. اگر روی بیشتر کلیک بکنم این بخشا برای من اضافه میشه. توی قسمت محله تو شما میتونید محلتون رو ببینید و شعار رو دیدن همسایه ها اگه بزنم، مثلا من 2 رضا میم اینجا دارم توی 2 تقریبا محله مختلف ولی تو شعای همسایگی من، و من اگه برگردم اینجا مستقیما میتونم روی همسایه تو بزنم و اینجا میتونم دوباره همون همسایه ها رو ببینم. و جذابترین قسمت پلتفرم نزدیکان میتونه بخش کسب و کار من باشه. شما اگر صاحب کسب و کاری هستید میتونید رایگان اینجا برای خودتون صفحه بسازید. قبل از اون باید خدمتتون عرض بکنم ایمیلی که وارد کردید باید ایمیل واقعی باشه و ایمیلتون رو باید تایید بکنید. اینجا برای شما وقتی که روی ارسال کد کلیک بکنید یک ایمیل میاد، یک کد میاد و اون کد رو شما باید اینجا وارد بکنید. خب من الان کد به ایمیلم اومد، من این کد رو اینجا وارد میکنم، تایید ایمیل رو میزنم، ایمیل تایید شد. میبینید که این صفحه برای من باز شد. شما میتونید اطلاعات مربوط به کسب و کارتون رو اینجا وارد کنید. این آدرس مستقیم کسب و کار شماست، یعنی زمانی که شما مثلا کارت ویزیتی دارید یا دوست دارید مثلا آدرس صفحه مربوط به کسب و کارتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید، خیلی راحت میتونید اینجا برای کسب و کارتون مثلا یک نام انتخاب بکنید و اون نام باید منحصر به فرد باشه، یعنی دیگران دیگه نمیتونن از اون نام استفاده بکنن. مثلا قبلا اینجا به صورت مثال حالا اسم کافه اومده، میزنیم کافه رضا مثلا. میبینید که این اسم در حال حاضر آزاده و ما میتونیم این اسم رو بگیریم. اینجا میتونید آدرس کسب و کار رو وارد بکنید، شماره تلفن، ایمیل کسب و کار. در اینجا شما میتونید صفحه وبسایت یا اینستاگرام خودتون رو وارد بکنید و اگر به همین صورت instagram.com/ پیوسته بدون هیچ فاصله آدرس صفحه اینستاگرامتون رو وارد بکنید، بعدها کاربرانتون وقتی روی آدرس کلیک بکنن مستقیما وارد نرم افزار اینستاگرام میشن داخل موبایل و صفحه شما رو میبینن. میتونید برای کسب و کارتون لوگو آپلود بکنید و همینطور یه سربرگ این بالا میبینید برای کسب و کار در آینده میتونید براش یک بنر تعریف بکنید و آپلود بکنید و اینجا میتونید ساعت کاری کسب و کار رو وارد بکنید. برای راحتی حال شما عزیزان شما میتونید مثلا شنبه رو اینجا تیکش رو اول بزنید، مثلا ساعت کاری شنبه از ساعت 9 تا 6 بعد از ظهر هستید. اگر دوست داشتید میتونید زمان استراحت اینجا وارد بکنید، مثلا 1 ساعت زمان استراحت شماست، میخواید مثلا نهار میل بکنید و استراحت بکنید و این قراره که در تمام روزهای هفته تکرار بشه. شما نمیخواد تک تک روزها رو وارد کنید، کافیه اینجا شنبه را برای روزهای هفته، روزهای کاری کپی کن بزنید و به همین صورت میبینید که تا پنجشنبه کپی میشه. جمعه هم اگر شما کار میکردید جمعه به صورت روز تعطیل در نظر گرفته شده، خب میتونید دستی وارد بکنید. بعد از اینکه شما صفحه کسب و کار رو ایجاد بکنید، اینجا در قسمت بالا شما صفحه کسب و کار رو میبینید که بعدا میتونید ویرایش بکنید یا واردش بشید و اونجا با صفحه کسب و کارتون شروع کنید پست بذارید. توی ویدیو بعدی ما به بخش کسب و کار میپردازیم، با هم دیگه یه صفحه ایجاد میکنیم و یه صفحه رو با هم دیگه مدیریت میکنیم و میبینیم که صفحه کسب و کار چه بخشهایی داره. فقط به عنوان مثال من توی این ویدیو به شما یک صفحه رو نشون میدم که کافیه من اینجا مستقیما آدرس اون کسب و کار رو وارد بکنم. همینطور که گفته شد من میخوام مستقیم وارد یه صفحه کسب و کار بشم. این صفحه کافه ریس یا همون کافه کورس هستش که با یه ادساین بعد از آدرس نزدیکان من ادامه اون صفحه رو نوشتم و این صفحه مربوط به یک کسب و کار کافه و رستوران هستش. میبینید که برای من از قسمت منو و سفارش آورد و خیلی راحت اینجا منو نمایش داده میشه و من میتونم اینجا سفارشم رو ثبت بکنم
بعدش میتونم مراحل مربوط به سفارش رو پیگیری بکنم. در آینده برای ایجاد همچین صفحه‌ای توضیح داده خواهد شد و توی یک ویدیو مجزا ما به اون خواهیم پرداخت. ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم. شما خیلی راحت میتونید زیر همین ویدیو تو هر پلتفرمی که این ویدیو رو میبینید کامنت بذارید. ما حتما کامنت های شما رو میبینیم و اگر از این پلتفرم استفاده کردید لطفا نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اگر جایی باگ یا مشکلی مشاهده کردید حتما با ما به اشتراک بگذارید یا پیشنهادی داشتید برای ما بنویسید. ما سعی میکنیم خیلی زود اون پیشنهادات رو در صورتی که امکان عملی بودن داشتند رو عملی بکنیم و روز به روز امکانات پلتفرم نزدیکان رو ما گسترش بدیم با آرزوی بهترین همسایگی در نزدیکان برای شما. وقت بخیر و خدا نگهدار.